Здравствуйте, а можно один вопрос? Вы в наушниках? Чего? Какая песня у вас прямо сейчас играет? Нет, я Коран слышу. Как вы? Коран. Понял, все, спасибо, до свидания, все. Bismillahirrahmanirrahim. تا آخری دمی مردنوت انشاءالله خدا خواهد اگه دوام ته بعدی خدا خواهد یک ماه 15 روز بعد 5 روز میگذره خرشو 10 روز میگذره خرشو بعد خدا خواهد عیب که نمیدونید در یک شب قرآن ختم میکرد 2 رکعت نماز نه کدومت کری گو خیلی جاد گو $100 میتموزی الله علمی خدا خواهد برادرم زیاده گرداند. الله در آینده که عالمان و قاریانی با عمل بگرداند انشاءالله در راه اسلام در راه الله در راه مردم خدمت میکنه. یکی از عالما الله مناسب شد بیند. بسیار صحبتی جالب شد. اگه فقط التماس میکنیم هم ماشینه وقت موزیقی خدا خواهد انشاءالله 40 مینوت وقت داریم چون که امروز جمعه مبارک است. جمعه در با صحبت داریم با مردم. برای همین خدا خواهد انشاءالله 40 مینوت خدا خواهد با شما عزیزان هم صحبت میشیم. فقط التماس یک نمکشینه خدا خواهد انشاءالله بعد بی‌ملال دوام دادن میگیره تا بگه توی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. آن خدایی که برای ما و شما انشاءالله جان و زبان داد و سخن گفتن اندر انشاءالله زبان داد. حمد به حد و ستای به عدد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما 100 درود و 100 سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام این خاندان مبارک. الحمدلله امروز انشاءالله در این روزی پرفیض و پربرکات این هم باشد حج و مساکین است. الحمدلله در این سحری پرفیض پربرکات الله دیدار یک دیگر دیدن مناسب دید. الحمدلله بسیار شکرگزار باشیم و تو فعل این داماد و عروس و این توفیلی خدا خواهد انشاءالله توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم ما و شما و دیداری دیگر مشرف شدیم. الله سبحانه و تعالی تنی صحت داد خاطر جمع دلی بیغم. بسیار بسیار شکرگزار باشیم عزیزان من. این دمها این فرصت ها غنیمت است انشاءالله. از این دمها فرصت ها انشاءالله فایده برین. برای این فایده برده خدا خواهد انشاءالله یعنی طاعت عبادت سخنی عالما ششته هم صحبت شدن وقت تو انشاءالله لازم داره انشاءالله سعادت دو دنیا انشاءالله میرسین. و یگانه ما گفتنی هستیم که بر این داماد و عروس الله سبحانه و تعالی بخت و سعادت عطا کند و دیگر انشاءالله حرمت کنند خدمت کنند انشاءالله خدا خواهد. من یک برای شما مثال میارم. ما و شما تا گرفتن چقدر خدا خواهد میدویم چقدر زحمت ها میکشیم چقدر انشاءالله خدا خواهد شب شب نمیگیم روز روز نمیگیم بعدی خاندان انشاءالله شدیم. همین محبت هم باید انشاءالله ابدی شود. همین محبت هم انشاءالله خدا خواهد یعنی حقیقی شود و تا آخری دمی مردنوت انشاءالله خدا خواهد اگه دوام ته بعدی خدا خواهد یک ماه 15 روز بعد 5 روز میگذره خرشو 10 روز میگذره خرشو بعد خدا خواهد عیب که نمیدونی بعد و چه باید خدا خواهد رسوا کرده نپرتاو انشاءالله خدا خواهد رس نقض دیدی محبت بستی محبت باید صمیمی شود حقیقی شود انشاءالله خدا خواهد در راه الله خدا خواهد انشاءالله. اولا این خانه شدن برای خدا خواهد رضای الله این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. عزیزان من این سنت مقومی برپا دارین یا دیگر دوست داشتین می تا ابد انشاءالله دوست داشتین. سبب دوست نداشتنی بعد یک ماه 2 ماه ویرون شدنش من مثالش برای شما میارم. سببی تمام آیله ویرون شدنش با تو خدا خواهد یک نزبین داری و یک لبلو داری بیغرز زین او زنت با یک تدگل لبلو داره. بازم که زمان فساد شد که خدا خواهد این تلفنی بدبخت بالکل هم مرا خدا خواهد 2 تا 3 تا لبلو دار کرد
بعد خدا خواهد انشاءالله با یک محبت بعد این دختر در چشم شوم میتابه. سبب شوم تافتنش میدانی برای چی؟ تو که با او با ادامه میتی، با وی نخدا خواهد گپای خوب میزنی، مرمت خرمت، بعد بیچاره را نگاه نمیکنی، روسیه به همون لبافت. از خدا بترس، از الله ترسیده کار که الا عاقبت هم میسوزه، آخرت هم میسوزه. گفتی شیطانی ملعون نداره. من برای شیطان با شما صحبت میکنم، شیطانی ملعونی مرجومی مردود که امروز انشاءالله خدا خواهد بالکل ما و شما را در دامش گرفتار کرد. بالکل خدا خواهد ما پای شیطان گرفتیم، پای رحمان ترک کردیم. عزیزان من، این دشمن بودنش انشاءالله همت بکله بگیر و گفت اینا نکی انشاءالله خدا خواهد حیاتم شیرین می شود، حیاتم نغز می شود، خاندان تینج و آسایشتگی می شود. همش این بی طاقتی ها، این همش این انشاءالله خدا خواهد غربت و همش به طفل شیطانی ملعونی مرجومی مردود است. من ما شما خاندار میشیم انشاءالله. شیطان هر لحظه چکار میکند؟ ضربش زدن میگیرد، بین شما نزاع جنجال انداختن میگیرد. سبب جنجال ریشش انشاءالله خدا خواهد من در کتاب منبهات مطالعه کردم. بابای عمر گفتیان رضی الله تعالی عنه، یکی پادشاه عادل دنیا گذشتگی است، 125 دولت نه پرزیدنتی کردگی است. همین آدم میگه فرزندهای شیطان 9 است. یکیش میگه داسیم گفتگی بچه داشته است، همین داسیم جان در خاندان ما شما میگشته است. و صاحب البیت میگه وای در خاندان ما شما زندگی میکرده است. هر لحظه هر دقیقه ما شما را از راه بردن حرکت میکند. عزیزان من، سبب ما اینا گم کردنش، سبب از خانه ها دور کرده این بدبختی ملعونی مرجوج مردود، فقط گم کردنش به طاعت عبادت میشود. با یک سلام ببینید، باب فضیلت سلام در آوردین. وقتی که ما و شما از کوچه می آییم، از کوچه وقتی که می گردیم، اگر خاندانمون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتن ندرایم، همون داسیمون شیطان بین زن و شوهر جنجال می انداخته است. بینید یک سلام بینید، با مجرد سلام گفتن، با مجرد بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، شیطان ملعون مرجوم مردود از ما خاندانی ما شما میگریخته است. ایلا میگد اگر همین کلمه را نگوید من بین زن و شوهر نزاع را مندازم، حتی تا چی جدا برده تا طلاق شدنش میرسونمش. بین این ملعون دشمنیش، بین ملعون مردود، بین هر روز در بالای بحر کریسلا دارد، منبر دارد و کلانیش بدبخت، او بدبختی کلانیش منبر دارد، هر روز فرزنداش به هر کار سفربر میکند. میگه تو برو هم قفای داملا ابراهیم بگرد، تو برو از قفای یعنی قاری شو، تو برو از قفای یعنی بای شو، تو برو از قفای کمبغل شو، تو برو از قفای فلانچی شو. این چنین بگاهی بعد اچاد میگرفته است. خواب کنی بچم چی کار کردی تو امروز؟ می آمده یک تش حکس کرده، خیلی تو چی کار کردی؟ من یک آدم ای نماز داشتم، هیچی نکرده ته. حتی چی کار کردی؟ فلانچی من عرق خوروندم، هیچی نکرده. من فلانچه بینش جنجال انداختم، دو آدم اکا و دادر مرده جدا زنده جدا شدن، هیچی نکرده. با یک تش رزبار چی میبره با باید اسلام میکنه میره. بعد میگه آخرونش حکاس کرده می اومده، خیلی تو چیکار کردی بچه جان؟ من 2 ماه بین زن و شوهر دور مدم، بین طلاق شکنوندم. شیطان رقص میکرده و همون تاج طلایی داشته با در سرش میمونده پاله کریستا که تو بهترین فرزند مستی که بین 2 آدم جدا کردی. بی خدا زده کارش. بین خدا قرآن ده میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا. شیطان میگه برای شما دشمنی آشکاره های، دشمنی قسم خورده های. عزیز من چشماتک شا میگه زینهار میگه نگی گفتی نه.
خدا در دوام آیات میگه استعیذ بالله انه یأمر بالسوء. شیطان فقط شما را بکای چی؟ به شرمی، بکای به حیاگی می اندازه. خلاص میگه بچم زنا کن، میگه عرق خور، میگه دزدی کن، نماز نخون، عبادت نکن، محمد پیغمبر نگی، خدا را تن نگی، کتاب قرآن نخون. خدا زده وظیفش همین است. گفتی شاید میگه زنهار امر دشمنی بدخو را مگیر که شیطان تو را به دوزخی پرنار میکشد. زنهار نگی، میگه زنهار گفتی و بدبخت نگی که وای قسم خوردگی است تو را انشاءالله خلاقت به ضلالت میبرد، تو را به راه گمی میبرد، به منکری میبرد، آخر دوزخی جاوید نجاوید میشوی. ای خودش لشکر جمع میکند. سبب چگو؟ برای چی شیطان قسم خورد؟ شیطان 600,000 سال خدا را طاعت عبادت کرده. خوب گوش دار، 600,000 سال الله سبحانه و تعالی طاعت عبادت کرد. شیطان از نور علا بدود پیدا شده. سوره الرحمن در الله سبحانه و تعالی میگه استعیذ بالله خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجن من مارج من نار. صدق الله العظیم. میگه ما آدم میگه از خاک آفریدیم. عزیزی من، وقتی که آدم خدا آفرید در قلبش جان در آورد، مثل سفال بود، میزدنش دنگ دنگ میکرد. همین ناخونی که امروز ایستاده است همین اصلی ما و شما است. میگه سلسال این کالفخار، میگه خدا دنگ دنگ میکرد. میگه همین نشانه اصلیمون است، مثل سفالک بودیم. خدا وقتی که جان در قلب انسان در آورد، عزیز من، آدم بنا کرد. این شیطان ملعون مرجوت پیش از آدم در جنت، من قصه میگم وقت ذکر است، در جنت بود. در جنت منبر داشت. در جنت در بالای منبر تمام فرشته را درس میگفت. نشنیدی که عزازیل مردود دست گوینده ملائک بود، چون کبری که بسر داشت تخم ایمان از قلب او برداشت. خداوند چنان مردود شویش رفتن راه فسادش کبر بود. عزیز من، وقتی که حتی که جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل در زیر منبر پایه شیطان موعظه میشنید، عزیز من، آخر کار رسید که الله آدم آفرید. سوره بقره است. الله آدم آفرید، گفت که من در روی زمین خلیفه می آفرم، جانشین پیدا میکنم. وقتی که انسان آفرید تمام فرشته ها را امر کرد که سجده کنه به آدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. وقتی که میگه من آدم آفریدم، این در اصلش عزازیل بود. این ملعون میگه امر کردم که همه فرشته ها چیکار کنه؟ الله سجده، یعنی آدم سجده کنه. این سجده عبادت نبود، این سجده مبارکبادی پیدایش آدم بود. همه میگه فرشته ها سجده کردن الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین، مگرم میگه شیطان سجده نکرد. عزیزی من، بی ملعون کار شد. خدا گفتش که ای گفت ملعون، ای شیطان گفت ای عزازیل، برای چی گفت با دست قدرتم آدم آفریدم سجده نکردی؟ گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. من گفت از این بهتر هستم ای آدم، من ای علاب آفریدی، ای آدم ای خاک آفریدی، من اطاعت نمیکنم. گفت انا خیر، من گفت
خدای تعالی درگاهش راندش. خدا گفت اخرج منا فإنک رجیم فإن علیک لعنتی الی یوم الدین. خدا گفت برو که از درگاه من برو، این 600 سال اینا طاعت عبادتت با من در کار نیست. برو. گفت برای چی گفت فرمانی منو نکردی؟ برای چی گفتی منو بجا نآوردی؟ برای چی منی کردی کبر کردی؟ گفت فخرج منا فإنک رجیم. برو گفت از درگاه من تو سنگسار کرده شده ای. ما هر روز وقتی که قرآن میخوانیم خدا تعلیم میتید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا اردتم القرآن فاستعیذوا بالله من الشیطان الرجیم. کسی میگه قرآن خواندن چه اراده میکنی، البته از بعدی شیطانی ملعونی مرجومی مردود پناه برمیگد. اعوذ گفتگیش پناه میبرم من بالله بخدا من الشیطان الرجیم، از بعدی شیطانی که رانده کرده شده است، سنگسار کرده شده است، عزیزانی من لعنت کرده شده است. ما پناه میطلبیم. بسم الله اعوذ دفع مضرات، بسم الله جمع منفیات است. بعد از عقیبش بسم الله الرحمن الرحیم میگویی. شیطان میگه خداوند از درگاهش رانده کرد و علیک لعنتی الی یوم الدین، تا قیامت گفت لعنتی من بر تو باد. عزیزی من تا قیامت ملعون شد، تا قیامت ما لعنتش میکنیم یا نامی. خب گفت شیطان گفت دوامی آیت سوره صاد نه، من گفت با تو فعل آدم رانده شدم، البته فرزند آدم را دشمنی میکنم. نمیمونم که یگان تاش رای تگیرن، نمیمونم که یگان تاش نماز خوانن، روزه گیرن، طاعت کنن، عبادت کنن. گفت نمیمونم، همه شاید میبرم الا مگرم برای خودت عبادت میکنه یا خالص ساعت عبادت میکنه یا. گفت من از رد راه نمیتونم. گفت منو بگو. خدا گفت من همه که 600,000 سال طاعت عبادت کردم، من که گفت مقصد ممیتی. چی مقصد داری؟ گفت 3 مقصد دارم. گفت همین 3 مقصد ممیتی. گفت من اجرا میکنم. یکم گفت تا قیامت من عمر ما دراز میکنی. گفت من آخرون جان من میگیری. گفت خب گفت دادمت. دویم گفت رای خونی آدمان دا من در راه کرمتی. گفت دادمت. سیم چی گفت؟ آدما من نبینه. گفت از چشم آدما من پناه که من آزار میتین. گفت خدا مقصد شداد. عزیز من تا قیامت عمرش باقی ای، رگ خونی ما و شما ره گردی ملعون ای. عزیز من خدا خواهد ما نمیبینیمش. حالی شیشته یک کاری فساد می آید، میگه زنا کن، عرق کن، دزدی کن، نماز نخون، پیشین می آید 3 ساعت 4 ساعت وقت داره، نماز نخون، فوتبال بین، نماز نخون، این کارات کرنگی بد میخونی، یک محلی بهوش می آید که نماز قضا شده. این ملعون میگه. این حافظ شیرازی بینید یک 4 مثل شعر میگه شیطان که راندگش بجوز یک خطا نکرد. بین شیطان راندگش از درگاه الله میگه بجوز یک خطا کرد خلاص. بین خود را برای سجده آدم رضا نکرد. این شیطان میگه فقط برای آدم رضاگی سجده نکرد ملعون شد. ما چیه که شما؟ ما شما شیطان 1000 مرتبه بهتر زی نماز. میگه شیطان 1000 مرتبه ای به نماز نه بهتر ای. برای چی بهتر ای؟ او سجده برای آدم و این چی؟ این بر خدا نکرد. وای آدم ده سجده نکرد ملعون شد. ما خدا ده سجده نمیکنیم امروز. اینو چنان خدا خواهد گناه ها قلبامون فرا گرفته که یک باره خدا خواهد پیش الله ده 1 ساعت راستی ساده طاعت عبادت کنه قربت نداری. با میگوی بنده خدا هستم، با میگوی امتی محمد علیه السلام هستم. برای چی شیطان گفت میگیری که میدانی که دشمنی ملعونی مرجومی مردود، میدانی دشمنیشه. شیطان میگه یک روایت خوندم، شیطان بینید رنده رفته ساده یک بچه یک شکتی مید یک رفته ساده مید یک. وقتی که رفته ساده رنده میگه یک باره میگه یک موشه میبیند، میگه یک کلموش میگه در زمین میبراید. حالی شیطان بچه میگه بجا میشود.
بچم شعبه جا شدی میگه میگه یک کلموشه میگه هم گندم کد میکشه همین خونان در زیاد مثل هیچ این نترسه با رفتم استن که میگه یک گاو میبینه بابا جا میشه میگه این چی نیست میگه گاوه میگه این آدم ها استفادهش میبرن این چی میترسی کم ترم میران که شیطانی کلونی پدرش بجا میشه و میگه پدر میگه من گفتی که تو نترس تا چی من همه آدم میترسم گفت میگه من همه آدم گناه میکنه با پدر نلت شیطان یا نمی گناه میکنه وینوه شیطان همین آدم شیطانه بدبخت هوای من ایده زد لیکن خودت نیت میکنی خودت اجراش میکنی چیزا شیطانی ملعون گوش نمیدرای کار اجرا میکنی بعد با ما حکارت کم میگرده این همین آدم من میترسم گفت میگه بین عزیزانی من شیطانی ملعون مرجود وقتی که شما گناه میکنین همون زهاد شما را ترک میکنن یک شیطان همراه میشه به یک جوان کتی یک نمازخون کتی همراه میشه سفر میبراین که شهر ایرکود میروند رند دشت قزاقستان میروند نگه نیمی شب میشه ساعت یک و دو حالا اگه انسان دم میگیفتگی میشد میگه لباساش میکشد که این آدم میگریزد نمیدانست که شیطان بوده شه میگه ای جوره میگه در این شبی تاریک من کجا پرتافته میری همون که شریک شده اومدیم اکازی من پرتافته میری گفت میگه بدبخت من یک بار فرمان خدا نکردم خدا گفت که آدم از سجده که نکردم ملعون مرجوم مردود شدم تو 5 مراتب امروز فرمان خدا نکردی مبادا در کثافتت منم هلاک نشم بلا نه بزنتم میگریخته بین شیطان بین چه اندازه عزیز من ملعون مرجوم مردود ما و شما در دشمن عزیزان من دشمنی قسم خورده تا قیامت برای همین همیشه باید دشمن گیر همیشه استغفرالله گفته گرد همیشه توبه را پیش خود کن از نماز نمون انشاءالله شیطان برای شما غالب شدن نمیتوند میدانید سبب شیطان ملعون و مرجوم شدنش کبر بود عزیزان من منمنی بود منمنی من در کتاب تفسیر کردم کتاب خدا خواهد انشاءالله خوندم حکایاشه منمنی کبر از همه نمود پیدا میشده یکیش خدا خواهد از ماشین فخر میکنه آدم ها حتی ماشین چه میخره؟ تنکه جیپای می کپتی و می خاک ماشین هم میخره میگه بعد میگه آدم ها پسند نمیکنه اگه دستاش برارده سیگاریت با دردنش کروتوی آدم های بیچارهای کم بغلا در بولش هم حیکر هسته که اینم کی بره نگه اینم خدا خواهد جنت نمیدرایه حدیث صحیح است من کان فی قلبه ذره من الکبر لا یدخل الجنه کسی که در قلبش اگر ذره واری هم باشه ولی ذره میدانی زن ها مباد خانه بروان اگر در آفتاب یک ذره ها پیدا میشد در شوله آفتاب دیده میشد از چنگ باقی موندش همون ذره واری اگر در دلت کبر باشه جنت نمیدره امید تکن کبر میشه با میگه ای لباس هم بشیده ولی آدم ها بعضی خدا لباس یک که $100 پوشیده کن خدا خواهد فخر کن میگرده کساف کشه پوف کرده خدا خواهد کرده در حدیث امام بخاری مسلم است میگه یک جوان حدیث صحیح است میگه لباس های قیمت بها پوشید موی سراش شونه کرده میگه کن با همی خرامان گویا که از وین خوبتر در دنیا کسی نیست رفته سادات میگه که رنده الله سبحانه و تعالی زمین امر کرد گفت کشش زمین همون کبرک من که آدمی فخر میگه زمین کشیدش میگه تا قیامت یک وجه زمین تا قیامت میکشش میگه حدیث امام بخاری خدا است مبادا بسری ما و شما اومدنش ممکن اگر کبر باشی کبر میشید است با ماشین هم کبر میشید است با خانه های زیبا هم کبر میشید است منصب کتی هم خدا یک منصب نه است انشاءالله خدا خواهد آدم ها پسند نمیکند امروز در دوری ما خدا خواهد انشاءالله اگر رئیس است یک چیز شده است خدا خواهد انشاءالله آدم ها را خدا خواهد پسند نمیکند کبر شیطان هستی
اصل شیطانم ملعونش مرجومش است از کبر است. آن زنهای ماشومان بشد است همون کافده که زنهای پیدا میشود که شوشگم کم تا پول دارنده است چکا میکنن میگه بعد در کوچه ها میگه فخر کم میگرده با بیچاره کم بغل ها نگه نمیکنه دستم دراز نمیکنه با من دیدم با خیلیش هم سرک یک سال چله تیلا داره یک گوشواری تیلا داره یک سیپچکه تیلا خدا خواهد انشاءالله کم بغل ها میگه پسر نمیکنه یک چه دیدم باید داد دست شد بیا مرم دستت خواه میشه تو من بنده خدا های تو با لباست فخر نکن که مبادا زمین نکشد از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد دنیا جای فخر نیست بعضی ها میشن با جهت علم فخر میکرین کمتر علم دارد با آسمون خدا خواهد ابروهاش نمیگرده هی سر نمیکند دیگر نمیکند علم یک علم است این الله داده است می خدا خواهد انشاءالله اگر کبر کنی شیطان میشه من شیطان هم کبر کنه خیرم بینین عزیزان من تا چه اندازه شیطان برای ما شما دشمن است عزیزان من زینهار و گفت نگی انشاءالله خدا خواهد شما را نمی رئیس سفر بر میکنگی زنا عرق همه شیطان های عزیزان من نکو کار خدا خواهد انشاءالله شیطان دشمن گیر الله انشاءالله دوست گیر طاعت که عبادت که نماز خون روزه گیر انشاءالله شیطان در بالات غلبه کنه میتوند شیطان محمد دیدگی است میدانی میگه در یک خانه انصاری رسول الله شیشتگی بود شیطان میگه آمد دروازه را تق تق کرد صحابه خسته دیدن که یک آچال در هر گجاش یک تی ریش داره بکبکش فرمدگی سرش مثل سر فیل بدبشره گفتن یک آدم ایستاده است گفتن در شکشای دور مدن زمان رسول الله دونیستن گفتن این ملعون شیطانه این همون شیطان است که همین شما میگن همین شیطان است که خدا اطاعت نکنه همین حالت نگرفتار شید خیر بیا چین اومدی من خدا فرمان کرد که پیش محمد برو محمد بعض سوالت میتیه توغری جواب ده الا در نزد مخلوقات شیطان ها شرمندت میکنم من همین میترسم گفت من توغریش میگم گفت خواب گفت گفت چی گفت سوالش دادی یکم گفت کیت تو دشمن میداری من گفت تو دشمن میدارم محمد تو هستی گفت صلی الله علیه وسلم این دشمنی اساسی من این گنده میدیدگیم تو هستی چون که تو بازاری من کساد کردی یا نمی چون که محمد اومد تا دور محمد ملعون بیرق زدگی بود تمام دنیا ده من و شما هم علا پرست بودیم علا خدا افته سجده میکردیم من و شما هم همه دنیا بیرق زدگی بود چون که در مابین این ساکت محمد 630 سال بعض روایت هست یعنی 6 عصر پیغمبر ناومد بعدی پیغمبر که در دنیا ناومد این ملعون بیرق شد دنیا زد همه را وسواس میکرد من از کعبت الله میگم جای معتبر جای بهترین خانه که خدا قرآن میگه که اولین خانه که در دنیا بنا شد چی بود؟ کعبه بود آدم آفرید آدم خدا خواهد حیات داد گفت رفته گفت خانه کعبه بساز بینین همین خانه میگه پیش از محمد 360 تا بود 360 تا خدا بود که آدم ها و عبادت میکردن بچه میپرسیدن گوسفند میکشتن و یا طواف میکردن خانهاش نورده مونده حاجت میپرسیدن این محمد وقتی که اومد حالی روزی تولد شدنش با مجرد میگه محمد در زمین افتاد تمامی بودهای میگه کعبه سرنگون شد تمامی بودها غطیده شکست بازار شیطان کساد کرد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم حتی کعبه مبارک امروز ما شما باید لباس طواف میکنیم پیش از محمد لیچک طواف میکردن لیچک لبلیچ مادرزاد از زیارت کردنی یعنی همون سنگ سیاه آخر سنگ میگه نور داشت نورش الله گرفت این چنان میگه یعنی شیطان تمام دنیا در بیرق زدگی بود
گفتش گفت بود، حکمش حکم بود. وقتی که محمد مبعوث کرد، محمد پیغمبر کرد صلی الله علیه وسلم، ما و شما را بیدار کرد، بعد ما و شما را به یکی خداگی دعوت کرد. استعیذ بالله انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. میگه خدا ما ای محمد ما تو را فرستوندیم شاهد گواه دهنده بر امتات. کدام امتاتی که 5 وقت نماز میخونن، روزه ماه شریف رمضان میکنن، زکات میتین، حج میکند، حلال و حرام جدا میکند، بشارتی به جنت چته. گفتم جنت جای شماست. بگو گفتم جنت برای من آماده کردم. گفت الله. بینین و نذیرا میگه ما ترا میگه بیم کننده آفریدیم. بگو شو ای امتام کسی که رای شیطان میگیری، از پی شیطان میروی، جا دوزخه. بگو شو گفت گناهگارا. گفت بگو گناه میکرد یا بگو نو شیطان پرستا. گفت بگو شو خدا. بینین و داعیا الی الله باذنی، ما ترا میگم محمد خوانندت کردیم با اذن ما. خدا اذنش داد، گفت که مردم دعوت کنه که تمام ریلس انسانی برمدن، اینا تمام ریلس انسانی برمدن. گفتن خدا میگه تو خوانندت کردیم انشاءالله. خدا قد ما ترا با اذن خودمون میگه گفتیم بگو قوما را که دعوت کرد. عزیزی من محمد اختیاری جزئی نداشت تا که فرمانی الله بچه محمد نمیرسید. خدا در دیگر جای قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک. ای پیغمبر و ای جانشینان پیغمبر عالما، خبرهای من به مردم رسونه. بگو شو، فهمون شو، راه گناه و ثواب بگو. یکی اختیار در شما است، میکنی نمیکنی این در دست ما نیست. یکی مسئله انشاءالله وظیفه عالم ها خبرهای خدا را رسوندن به مردم. من میگم که دادر جون تو طاقت انشاءالله عذاب خدا نداری. از یک تا ویروسچه را بینیم روز، یک تا ویروسچه که تمام دنیا را لرزوند. این ویروس کی داد؟ اینا الله داد. چون که ما ایریلس برمده هر چیز داره میگد حد اعلی است، از حد گذرد رسوا شود. خدای تعالی حد موندگی چهگره موندگی از وقتی که برمدی البته رسوا میشوی. ایاد نبراد این چیزا خدا خود به مکافات نیست، به جزا نیست. عزیزی من چشمات کشا گفتی الله بجا بیار، گفتی پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم بجا بیار. ایلا پیش الله نه خدا خود جواب میتی، ایلا پیش الله نه گناهگاری دارد. عزیزی من تو خیال نکی که دنیا به حساب و کتاب نیست. البته دنیا حساب دارد، کتاب دارد. عزیزانی من هوشیار باش، چشمات کشا. خدا خواهد که بیا رو به طاعت بیار، رو به عبادت بیار انشاءالله. خدا خواهد شیطان ملعون مرجوم مردود دشمن بگیر انشاءالله. خدا خواهد دشمنش کو گفته ای و نکن. شاعر میگه گفته ای خدا کنی شاد شوی، گفته ای شیطان کنی خار شوی. عزیز من گفتی خدا را کنی انشاءالله خدا خواهد شاد میشه، گفتی شیطان کری خار میشه. امروز بدانی اگر 10 تا همسین باشی در درنش 1 تا زناگر باشد همت آیسته آیسته بگیری یا نمی. میگه پگه زنی من در گب میپرته یا خواهری من در گب میپرته، میگه گمش کن. یا در دند 1 تا عرق باشد آیسته آیسته همت میبراری شیگران نیسته. میگه در کار نیست. با می عرق میخوره با زن مخارات میکنن، دستخونه بیزه میکنن، نصر نارسا میکنن. خودت امروز باها داده ساده گناهگارا آیسته آیسته جداش داری. پگه خدا جداد نمیکنه؟ پگه خدا ایله کریمه بزد انشاءالله. خدا خد پیغمبر تنگی ستف طریق امتی الى 73 فرقه كلها فی النار الا واحدة. زود است گفت امتای من 73 گروه در جدا می شود. 72 گروه گفت اهل دوزخ، 1 گروهش گفت اهل سنت و جماعت. کسی که 4 مذهب تن میگیره، 4 مذهب تن میگیره، در همین 4 مذهب طاعت عبادت میکنه. عزیزی من وای جنتی الا جنت نمیره.
نه یهودا 72 فرقه جدا شدن، ما 73 فرقه جدا میشیم، یک تاش اهل سنت و جماعت. همین پای خدا خواهد انشاءالله حضرت امام اعظم گفته برای خدا خواهد انشاءالله مثل همین طبق طاعت که عبادت که انشاءالله راهی جنت ہے، راهی نجات ہے انشاءالله خدا خواهد. و دیگر مذهب ها و دیگر راه گفته عذاب ہے فلان چی کار میکنم من، فلان رکعتی میرم، پیستان کتی میرم. امام اعظم رحمت الله میدانی که اومد خیلی خیگو همون بچه هایی که امامتن نمیگیری خیگو چی کنی که پیدا شده که بدوای چند عصر شد و پیدا شد وای دیننگی بچه نیست، توری دین خوندگی نیست. 13 عصر شد، 13 عصر زیاد شد، امام اعظم حکمش حکمه، رفتارش رفتاره، گفتارش گفتاره. 27 نیم فایده روی دنیا در این طاعت عبادت میکنن. 27 نیم فایده روی دنیا کنی پیتا یک از بگیرن. این فخر انشاءالله خدا خواهد. این تابعین های عزیز من محمد علیه السلام زنده بود انشاءالله شریعت چی صحابان دا گذارون وظیفه، صحابا کین دا گذاروندن، تابعین دا گذاروندن انشاءالله خدا خواهد. من کسی محمد میبینه و چی میشه خدا خواهد انشاءالله صحابه میشه، کسی که صحابه را میبینه تابعین میشه، کسی که تابعین به اماما را میبینه و تبع تابعین تفریقا جدا میشه. اینا از تابعین های چند صحابه کرام دیدگی امام اعظم عزیز من. یکی بهترینش انس ابن مالکی 167 سال عمر دیدگی است، همین حضرت کتی هم صحبت شدگی است، از محمد امانت گرفتگی است. عزیز من شما تکشا صلات مسعودی گفته کتاب است، همین کتاب خون درباره امام اعظم. نمیگم خدا خواهد یک صلوات میگیم وقتم شدگی است. وقتی که رسول الله وفاتش نزدیک میشود، این افسانه نیستند، کسی که افسانه میدانیش این حقیقت این. وقتی که پیامبر علیه السلام دور مردنش نزدیک میشود، انس ابن مالک نزدش دعوت میکند، میگه انس اینجا بیا. انس مثل بچه‌ش است، 10 سال به کم و کوس خدمت محمد کرده است. لاخت در این بارم وقتی میشد صحبت میکنیم. این بسیار شخص معتبر است، بسیار شخص معتبر که 10 سال در خانه محمد همچون بچه‌ش خدمت کرد. گفت که انس گفت همین امانت میگه، یک روایت که یک تا خرما داد میگه، یک روایت که آب دهنش نگرفت میگه در دهن انس انداخت، با مجرد انداختن میگه در زبانش گیره شد، غره شد. بعد گفت این چی امانت است یا محمد؟ همین امانت گفت صاحبش نبوده میتی. این که گفت اعظم ابن ثابت نامش گرفت. اعظم گفت بچه ثابت میآید. گفت من از کجا میشناسم و در کجا میدونم که در کجا است؟ گفت وظیفه تو همین است که گفت هر سال در موسم حج نزد دروازه کعبه رفته از حدیثای من بیان میکنی خودش میآید. گفت ببینید وقتی که رسول الله حضرت امام اعظم خرد سال بود، مید یک بود، پدرش گفته حج میبرش. 70 سال عمر دیدگی است، در دوام 70 سالش 55 مراتبه حج خانه کعبه کرده. تو یک بارم کار نمیتونی، میترسی، پلداری خدا خود بانکرا میشده ترخط میکفه. همین خیلی دوستاری خدا هستی که 13 میلیون ده خونه خدا رفته زیاد کنه جونت نبراید. 55 مراتبه پای پیاده از کوفه رفته کعبه زیارت کرده. بعد میگه هر سال میگه همونجا اومدم موعظه میکرد امام اعظم، ماید یک دست که گرفته بردنش. گفتن میگن این چی است پدر؟ گفتن این قدر آدم بسیار، این گفته یک صحابه است، هر سال اومده از حدیثا صحابه امتای محمد نگفت موعظه میکنن. من یک بردار بینمش، گفت برداشتش که بسیار آدم بسیار، گفت بالا همه آدمان من پرتا، همین بالاش نه پرتا افتادش که میگه چارگوار میگه برفت تو در پیش چی؟ انس ابن مالک فرمد. انس ابن مالک با مجرد دیدن سخنی پیغمبر به یادش اومد. میگه من انت گفته کی هستی؟ گفت انا نعمان ابن ثابت، من نعمان بچه ثابت هستم.
میگه در بغلش گرفتش، میگه ای مردم، گفت شاهد باشد، گواه باشد که محمد علیه السلام برای من امانت دادد. همین امانت من امروز صاحبش نمیتیم. میگه با مجرد همون، یعنی آب دهنشو بود، با مجردی که خرما بود، میگه در دهن امام اعظم کرد، 3 علم جوش زد. این بود معجزه ای که محمد علیه السلام. این شخصی عادی نیست که تینا پس زنیش. ولی خدا خواهد بخشاد من این حکایه های زیرین شکم بود. وقت شود که انشاءالله خدا خواهد همینجا خدا خواهد توی شود درباره امام اعظم صحبت میکنم. در یک شب قرآن ختم میکرد، 2 رکعت نماز نه کردمت کریگو خیزجات گو $100 میتیموزی نتیمت قسم به خدا. خیز گو که من همین یک شونده از خفتن سر کردم تا بانده در قرآن ختم کردم. گو یکون تن موزیک نیستی، قرآن قبی زنی کنی میکنم، قرآن قبی جون میبرم کاری. گو 2 رکعت نماز ختمش میکرد. در یک شب 400 رکعت نماز نفل میخوند. میتونی این شخصی که 40 سال نماز بامداد و نماز خفتن با یک طهارت خوندگیه، میتونی زون تا خدا میکشه. خدا خد زونک تا دار نسبت عالما گب نزن، نسبت عالما بهای بدنته که خدا زون تا یک قلاج میکشه، گنگت میکنه. این انسان ها که تو بازی نکن. این انسان هایی که 70 سال عمرش فقط رای اسلام داد، 83,000 مسئله شریعت شایده داد. یک تا مسئله شما میگم دعا میکنیم. یک انجمن میگه خیلی امام اعظم صاحب یک جوان گفت که میگه حضرت بگوی در همه حیات عمر تو یک بار یک مسئله دا پشیمونش نگسته؟ گفتن یک بار. گفتن خجالت نستم. یک جوان فتوا آوردن که یک زن مرد است، نکی در شکمش بچه جنبیده است، چیکار کنیم؟ گفت من گفتم ای طرف چپش چاک کنه و بچه کشیده گیره، همون بچه زنده باشه می مرده. همین سوال من خجالت میگه همون جوان میگه در همون دایره بده. گفت میگه حضرت میگه این فتوای درست شما بود که من امروز من عالم یک اسلام در خدمت بکشیدم. عزیزی من بین خدا خواهد انشاءالله این چیزا را پرتا، این چیزا نکن، رأی نگیر. رأی امام اعظم انشاءالله که طاعت که جنت ہے انشاءالله. خدا خواهد انشاءالله خدا خواهد فرصت میشد. این حکایش دور و دراز است. خدا فرصت یاد بسان شما از آن میرسونیم. وقت هم شد ساعت 11 شد، چون که ما با در اینجا صحبت داریم در جمعه انشاءالله. خدا اگر تنی سیاتیات زبانی برا عزیزانی من بین خدا خواهد همه مبخت بیم.